هند از سر کار آمدن ترامپ خوشبین و امیدوار است که رابطه‌ها عمیق‌تر می‌شوند. ترامپ در مقابل چین موضع سخت دارد و دهلی هم در قاره هند و اقیانوسیه برابر وزن پکین دانسته می‌شود. اصلا در دوره اولی رهبری ترامپ بررسی موضوع چین به سطح دیگر برآمد و به نظر من هند امید دارد که ترامپ سر این مسئله حساب کرده امکانی پیدا کردن راه‌های نوی همکاری میان هند و آمریکا را فراهم خواهد کرد. ترامپ مارکو روبیو کاتب دولتی کردنی است و او با موقع سختش در قبال چین معروف است. دهلی اشاره کرده است که به فرق از دیگر دولت‌ها از آمدن ترامپ عصبانی نیست. یادآور می‌شویم که در اصل محفل کواد در دوره رئیس جمهوری ترامپ احیا شد. کواد محفل کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند در دوره ترامپ رابطه‌های امنیتی و تجارتی را تقویت داد و دهلی همکاری‌ها را باز هم توسعه داده است. در بخش دفاع و امنیت یک جهش در تحقیقات و رشد مشاهده شد. هند منتظر است ترامپ نسبت روسیه نرمتر خواهد بود و با جنگ اوکراین خاتمه داده روابط هند با واشنگتن و مسکو هم سبکتر می شود. دهلی حالا با وجود تحریم ها با مسکو تجارت را ادامه می دهد. همکاری های هند با روسیه آسانتر خواهند شد و از فشار وابستگی افزاینده از چین هم کمی سبک می شود. از سوی دیگر سیاست تجارتی ترامپ و طلب کم کردن انداز از محصولات آمریکایی باعث فشار بیشتر به دهلی می شود. ترامپ هند را برای ترفه‌های بلند از امتیازها محروم کرده است. گیر و مان و پیشرفت و عقب نشینی ها یعنی مذاکره ها می شود و نهایت سازش حاصل خواهد شد. نقشه استحصال مشترک وسایل دفاعی با آمریکا هم یک موضوع دیگری مهم برای هند می باشد. هند به برنامه استحصال هند پافشاری دارد که آن سرمایه گذاری شرکت های دفاعی آمریکایی به هند و فروش آنها از اینجا را پیش بینی می کند. اینجا یک سبقت بین ایده های استحصال هند و آمریکا را دوباره بزرگ میکنیم پیش می آید چون که ترامپ در فکر رشد صنعت آمریکا می باشد. ولی از همه مهمش برای هند رابطه های خوبی میان نخست وزیر نریندرا مودی و ترامپ است. مودی مردی فوق‌العاده است. با وجود خوشبینی ها هند با رهبر سر و کار خواهد گرفت که او را پیش بینی نشونده هم میگویند.